تو جلسه استیضاح مجلس آخوندی وزیر دولت گفت که موجودی حساب من 4.5 میلیون تومنه و دار و ندار دخترم هم 600,000 تومن. آخه بدبخت تفلکی. اون یکی وزیرم چی بود اسمش؟ ربیعی گفت که در مورد خانه من صحبت کردم، چون مطرح نشد نمیخواستم بگم. من خانه‌ای که سال 70 ساختم، خودم هم ساختم خانه رو، همون خانه رو دارم، اجاره کردم، چون تنگ بود، با بچه هم زندگی میکردم، جا تنگ بود، اجاره کردم، رو پول اونجا اجاره 4-5 میلیون تومان گذاشتم، جای دیگر رو اجاره کردم. دخترم 2 بچه شده بود، کوچیک بود، 55 متر براش، اینم اجاره نامه خونه. رفتن گفتن این وزیر خونه 25 میلیارد تومانی خریده، تو همین مجلس گفتن ارزش خونم 4-5 میلیارد بیشتر نیست، مال با جناب آقای نجفی شهردار تهرانه. والله چرخوندن تو مجلس، میز به میز چرخوندن. آقا خانم یه کمکی به من بکنین، بده در راه خدا، بدبختم، بیچارم، وزیر مسکن و شهرسازیم، 6 سر عائله دارم، یه کمکی به من بکنین. آقا با شما تو رو خدا یه کمکی در راه خدا بکنین. الو سلام جانم دختره. نه بابا جان الان که سر کارم نمیتونم. ببین خودت به املاکیه بگو که ما قرارمون اجاره ماهیانه 25 میلیون تومن بود، نه 35 میلیون تومن که. بگو قرار نبود دب بکنن دیگه. باشه حالا بابا جان من خودم بعدم بهش زنگ میزنم. فعلا خداحافظ. آقا خانم به در راه خدا به من بینوای بیچاره وزیر میلیاردی کمک کنین. ندارم، بدبختم، بیچارم، بهزیستی و کمیته امدادم کمکم نمیکنه. بده در راه خدا. ای بابا. الو بفرمایید. بله خودم هستم. شما خبرنگاری؟ نه آقا من اصلا دیگه با شما صحبت نمیکنم، مصاحبه هم نمیکنم. من گفتم ویلای لواسون 5 میلیارده، بعد شما رفتین تو خبرتون نوشتین 20 میلیارده. چرا اینقدر سیاه‌نمایی میکنین آقا؟ دل امام و رهبری رو به درد میارین با این کاراتون. نه خیر آقا برو رد کارت، من مصاحبه نمیکنم. الان تو جلسه‌ام آقا. خداحافظ شما، خداحافظ. آقا خانم به من بیچاره بینوای وزیر کمک کنید، بده در راه خدا.